یک آواز میشنم، الله میشنود یا نمیشنود؟ میبیند یا نمیبیند؟ قدرت دارد ندارد؟ دارد. پس همش به ید بلا کیف اوست. دوم ظلم قضایی هست و حکمی هست که به خاطر حل یک نزاع، برای حل یک فیصله، یک کسی حکم غیر از دین بکنه، حکم غیر قرآن و حدیث بکنه. فقهای ما که ما در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستیم، اصلشان، اصل قیاس و اجتهادشان قرآن و سنت بود. یعنی یک کسی به خاطر حل یک جنجال و یک نزاع قرآن خدا را، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را، یا برداشتی که مجتهدین از قرآن و حدیث کردن، اینه کنار بگذاره، بگه ما فیصله شرعی کار نداریم، فیصله قومی میکنیم. نعوذ بالله. حسن کنید میگن ما فیصله شرعی کار نداریم، فیصله ملایی کار نداریم، فیصله قومی میکنیم. یا در یک نظام و قانون یک کشور قانون الله را، حکم الله را کنار بگذارن، بگوین دیگه این کونه شده. نعوذ بالله. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. الله میگه کسی که حکمش، قضاوتش بما انزل الله نباشه، از قرآن نباشه و از سنت رسول صلی الله علیه و سلم نباشه، فاولئک هم الظالمون. این گروه ستمگار هستند، این گروه ظالم هستند. پس این نوع ظلم حکمی. پس کشور اسلامی افغانستان حکمش هم باید از قرآن و حدیث باشه. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. قانون دموکراسی باز این قبول نداره. قانون دموکراسی حکومت مردم از طرف مردم برای مردم، این تعریفش است دیگه. دموکراسی در این قانون هرچی اکثریت هست اون مد نظر گرفته می شود. اگر اکثر مردم به این رأی بودن که همجنسگرایی جواز دارد و اجازه هست، باز او اجازه پیدا میکنه، جواز پیدا میکنه، مثل که در کشورهای آمریکا و اروپا هست. ولی در کشور اسلامی حکم از آن خداست. این الحکم الا لله. هر فیصله از آدرس دین می شود. پس اون مسلمانی که فیصله یک عالم را که از قرآن میشه، من نظر شخصی کسی کار ندارم، فیصله که از قرآن میشه، فیصله که از حدیث رسول صلی الله علیه و سلم میشود، او را قبول نداره، میگه من فیصله را قبول ندارم، او به ایمان خود تجدید بکند که ایمانش در معرض زوال هست. حتی من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. قرآن میگه کسی که ما انزل الله را حکم نمیکنه و قبول نمیکنه، او از گروه کفار هستند. پس این ظلم حکمی هست. ظلم خانوادگی، ای ویلا، ظلم خانوادگی. ای عزیز من، باور بکنین امروز مسلمان ریش دارد، امامه به سر دارد، مسلمان نمبر ون خود را میداند، در تذکرش نوشته است مسلمان. وقتی از دینش پرسان میگه الحمدلله مسلمانم، ولی وقت داخل خانهش بروی از زنش پرسان کنی و زنش میگه که بوی مسلمانی در وجود از این نیست، انواع ظلم را سر زن خود، سر فرزند خود، سر پسر و دختر خود، سر پدر و مادر خود، سر برادر و خواهر خود انجام میده. صدها تماس در طول هفته، یک منی همه دعوتگرا و علما دارند از آدرس یک خواهر مظلوم بی‌دفاع داخل خانه.
در امی مسیر هفته نمیفهم کدام روز بود، در جمع نشسته بودیم با دوستان، خواهر تماس کشید، گریه میکن، میگفت من تمام حقوقی که دین مطالبه کرده از یک زن که در برابر شوهر خود داشته باشه کل از این من انجام میتونم، ولی این شوهر با بهانه های مختلف چنان مرا لطوکوب میکنه که گاهن نمیتونم از جای خود بلند شوم. صدها تماس از آدرس مادر آمده که کسی در مجلس شما، در مسجد شما میرود گریه میکند ولی داخل خانه میآید بوی مسلمانی در مشامش دیده نمیشه. زن لطوکوب میکنه، میگه کی است که صدای تو بشنوه؟ کی است که تو را از دست من خلاص بکنه؟ باز خسر ظالمش، خوشوی ظالمش، اونا هم با همین بچه خودشان همکار هستن به این ظلم. تهدید میکنه خانواده خسر و خوشوی خوده. ای مسلمان، ظلم را که امروز میکنی، این ظلم فریاد مظلوم آتش است که خرمن ظالم را میسوزاند. بیا از یادت نرود، این ظلم دامن میگیرد. فردا با دخترت تو چینون رفتار میشود که با دختر مسلمان کردی. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. زود است که ظالمان میدانند که بازگشتشان به کجا هست. من از شما سوال میکنم، شما ایره ظلم نمیدانین که یک پدر 10 لک افغانی مهریه یک دختر خود قرار داده، 8 سال و 9 سال این دختر در داخل خانه پیر شده، همون پچه سفید شده، موهای سرش سفید شده، شبشم به گریه، روزشم به گریه. او میگه که 9,99,000 هم که بیارم ایره نمیتون. این ظلم نیست؟ این سرنوشت یک دختر مسلمان را به تباهی کشانده، دختر را بیعفت کردن، به گودال هلاکت و نابودی کشاندن. چرا دختر در افغانستان خود به آتش بسوزانه؟ چرا دختر خود حلقاویز بکنه؟ در حالی که دین اسلام تمام خوبی ها در این دین جمع است، تمام حقوق در این دین جمع است. به حیوان حق قائل است دین. حق یک حیوان رو روز قیامت الله رب العزت و الجلال از صاحبش پرسان میکنه که در برابرش ظلم نکرده باشه. دختر 15 ساله را دادن به مرد 70 ساله. او گریه میکنه پشت گوشی که من خودکشی میکنم، من اینو نمیخوایم. پدرش میگه راه و چاره ای نداری، دختر ما اگر هستی اینو قبول بکنی ظلم است یا نیست، با آواز بلند میشتم. این جریان داره در این کشور. این در کشور جریان داره. حق خواهر را خوردن، لقمه چرب کردن، در گلون خود داخل کردن از میراث خواهرش، از میراث برادرش، در حالی که میداند این حرام است و ظلم است در حق برادر و خواهر مسلمان. صدایت کشیده نمیتونی. من براتون قصه نکرده بودم که این طرف بر زن شوهرش گفته که اگر حقت از برادر و خواهرت نگیری تو رو طلاق میکنم. این بیچاره گریه کنان رفته به پیش برادرش که من 3-4 تا اولاد دارم، من طلاق میکنه اگر حق من از میراث ندی. آخه من حق دارم ده میراث. برادرش گفته صدایت بکشی از خواهری تو رو هضم میکنه. صدای مظلومه کی میشنوه؟ الله میشنوه. در محکمه الله روز قیامت مسلمان جوابگو هست. در محکمه الهی مسلمان جوابگو هست. بترسین که ظلم به خدا قسم از هیچ کس قابل پذیرش نیست. از هیچ کس قابل پذیرش نیست. اگر ظلم استاد بکنه روز قیامت الله جزایشه از این استاد میگیره و این شاگرد مظلومه الله رب العزت و الجلال انتقامش از ظالم میگیره. اگر این ظلم پدر بکنه است روز قیامت الله رب العزت و الجلال انتقام پسر مظلوم از این پدر میگیره.
به پدر اجازه نیست به پسر خود ظلم بکنه، به پدر اجازه نیست به دختر خود ظلم بکنه، به شوهر اجازه نیست به زن خود ظلم بکنه. ای مسلمان، مشکل ما چیست؟ الحمدلله ما گاهی وقت گریه میکنیم، سجده میکنیم، صدقه میدیم، زکات میدیم، روزه میگیریم، چرا دعای ما قبول نمیشه؟ دست ما به ظلم آلوده است. فریاد مظلوم نمیگذاره. فریاد مظلوم گاهی وقت تبدیل به آتش میشه.